بهت قول میدم همه ما یک بار این اتفاق وحشتناک برامون افتاده که بعد از مواد گذاری توی قالب و کاشت اون روی ناخن و برداشتن اون قالب ببینیم یه حباب خیلی وحشتناک روی کاشتمون ایجاد شده. حالا باید چی کار کنیم؟ باید با یک سرسوهان مناسب کاملا اون حبابی که ایجاد شده رو اینجوری تخلیه کنیم، حتی 1-2 سانت بیشتر. اینجوری دیگه مطمئنیم هیچ حبابی روی ناخن نیست که هوا بخواد بگیره و بعد با پد و کلینزر تمیزش میکنیم. هیچ گرد و غباری نذارید روی ناخنتون بمونه، چون باعث لیفت میشه از همین جایی که دقیقاً دارین مواد گذاری رو انجام میدین. یه ذره با قلمتون بیلدر رو بردارین و توی حبابی که ایجاد شده یا همون سوراخ ایجاد شده رو پر کنید. قشنگ توش باید بره وگرنه باز دوباره هوا میگیره. توش رو پر کنید، یک لایه هم روش بزنید تا اون سوراخ پیدا نباشه. ببین چه قشنگ مواد گذاری رو انجام میده. و بعد یه قالب بردارین، دوباره فیکس کنید. ببینید چه زیبا شد، چقدر قشنگ، چقدر تمیز. خشک کنید و بکنید و تمام. دیگه نیازی به سوهان کشی سطحی هم نداره. لایک و سابسکرایب یادت نره، خستگی و از سرم بیرون کن.